احتمالاً تو همین گلاسمورفیسم های خیلی جذاب و توی عکس‌ها یا ویدیوهای مختلف دیدی. بریم توی چند دقیقه با هم دیگه روی فتوشاپ بسازیمش. جواد ساله. اولین کاری که انجام میدیم از ابزار رکتنگل تول یه دونه مستطیل رسم میکنیم، فیلش رو روی رنگ سفید قرار میدیم، استروکش رو ازش میگیریم، یه مقدار راوندنس بهش میدیم که لبه ها گرد بشه و دوباره رو لایش کلیک میکنیم، وارد لیر استایلش میشیم. اینجا اول از همه توی همین قسمت فیل اوپاسیتی رو روی 0 قرار میدید، یه مقدار بهش استروک میدید، مقدارش کاملا سلیقه‌ایه. من 2 پیکسل بهش استروک میدم، یه دونه بیولن اینباس بهش میدم که یه مقدار عمق بگیره. روی این تنظیمات میتونید قرارش بدید، حالا باز هم میگم تنظیماتش سلیقه‌ایه، فقط استایلش رو حواستون باشه روی استروک اینباس قرار بدید که به صورت نامنظم از یک طرف بندازه. میتونید با مقدار عمقش بازی کنید که به بهترین نتیجه برسید. الان فکر میکنم روی این عدد کافی باشه. نتیجه رو اگر روی سروک کامل متوجه نمیشید میتونید از این قسمت ببینید چه اتفاقی داره میفته. انگلش رو بچرخونید ببینید با کدوم زاویه اوکی ترید. حتما تیک آنتی الیسینگ رو بزنید که لبه ها براتون نرم بشه، با مقدار اوپاسیتیش بازی کنید و به یه مقدار دلخواه برسید. حتما هم این رو روی اسموت قرار بدید. کار بعدی که میخوایم بکنیم اینه که یه دونه گلو بهش بدیم. گلو رو روی حالت اسکرین میذارم، اوپاسیتیش رو یه مقدار بالا پایین میکنم. بذارید من زوم انجام بدم که دقیق ببینیم چی کار داریم میکنیم. با اوپاسیتیش یه مقدار بازی میکنم، حالتش رو روی سافتر میذارم، این رو از روی سنتر حتما روی اج میذارم که از دور تا دور گلو من باشه، از وسط رو به بیرون نباشه. متوجه شدید؟ با سایزش یه مقدار بازی میکنم تا به یه نتیجه برسیم. بذارید حالتهای مختلف رو ببینیم. همین حالت خوبیه، فقط یه مقدار اوپاسیتیش رو کمتر کنم. یه همچین کادری رو تا الان تونستیم بسازیم. یه دونه کالر اوورلی هم بهش میدیم، رنگش رو روی سفید قرار میدیم، یک مقدار بهش اوپاسیتی میدیم که یک رنگ بازتاب نوری حدوداً ایجاد کنه. تا اینجا این مقادیر همه سلیقه‌ای بود. حالا کاری که انجام میدیم این رو اوکی میکنیم. از اینجا به بعد خیلی خوب توجه داشته باشید. از لایه بک‌گراندمون یه دونه کپی میگیریم با کنترل جی، اگر یادتون باشه. اینا رو من هی تکرار میکنم که اگر هم توی جلسات قبلی یادتون رفته یک یادآوری هم بهتون بشه. یه کپی از لایه میگیرم، روش کلیک راست میکنم، تبدیل به اسمارت آبجکتش میکنم. الان بهتون میگم چرا. لایم رو میام بالای رکتنگلم قرار میدم. بذارید لایم رو خاموش کنم، تکسمون هم از همین الان اضافه کنیم. تی رو روی کیبورد میزنم، تکسم رو اینجا اضافه میکنم. اندازه تکسم رو بزرگ میکنم و توی این قسمت قرارش میدم. لایه‌ای که کپی کردیم رو بین لایه تکسمون و بالای لایه رکتنگلمون قرار میدیم. قبلش هم حتما یادتون باشه اسمارت آبجکتش کرده باشید. اینجا میایم کریت کلیپینگ ماسکش میکنیم به لایه پایینی. چرا این کار رو کردیم؟ ما اگر بخوایم افکتامون رو الان مستقیما روی لایه رکتنگلمون بندازیم، اتفاقی که میفته روی این شیشه‌ای که فیل نداره داریم این کار رو انجام میدیم. انگار هیچ لایه‌ای اعمال نمیشه، هیچ افکتی اعمال نمیشه. ما میایم این رو کپی میکنیم، این بالا کلیپینگ ماسکش میکنیم که تمام افکت هایی که میخوایم بدیم روی عکسمون اعمال بشه، ولی فقط توی این قسمت شیشه ایمون. متوجه شدید؟ معمولا توی آموزش ها میبینم مقادیری که وارد میکنن، کارهایی که انجام میدن، توضیحی راجبش نمیدن که چرا دارن این کار رو میکنن. الان امیدوارم کامل متوجه شده باشید که چرا کپی گرفتیم کلیپینگ ماسکش کردیم. حالا میریم توی قسمت فیلتر، یه دونه گاشن بلر بهش میدیم. فیلتر بلر، گاشن بلر. سعی کنید با اغراق خیلی زیادی گاشن بلرش رو بهش بدید. مثلا روی مقادیر
25 27 اینا عدد خوبیه. گاشنبلر رو بهش میدیم، اتفاقی نیفتاد. چرا؟ چون فیل رکتنگلمون رو از اول اومدیم صفرش کردیم. حالا اگر بهش فیل بدیم اتفاقی که میفته داره گاشنبلره دیده میشه. تازه کار دیگه ای که میتونیم انجام بدیم اینه که بیام روی لایه رکتنگلش کلیک کنم، بیایم استروکش رو از اون سفید مطلق درش بیاریم، یعنی از اون تک خطیه درش بیاریم. از روی حالت کالر روی حالت گردینت قرارش میدیم، دوبار روش کلیک میکنیم این صفحه باز بشه. رنگ هر دو طرف رو روی سفید قرار بدید. اوپاسیتی یه طرف رو از 100 بکنید 0. حالت لینیر رو بردارید روی حالت رکتنگل قرار بدید. اسکیلش رو یه مقدار بزرگ کنید. اینجا دارید نتیجه رو میبینید داره چه اتفاقی میفته. انگلش رو یه مقدار بچرخونید که به بهترین نتیجه برسید. بذارید من ببینم کجا بهتر از همه. دوتا گوشه ها بیفته خیلی قشنگ‌تر از همه میشه. به این صورت میبینید الان دیگه. بذارید من بزرگ کنم متوجه میشید چه اتفاقی دورش افتاد. دیدید؟ به این صورت ما یه دونه استروک نصف و نیمه بهش دادیم. روی اوکی کلیک میکنم و تمام. و در انتها برای اینکه حالت طبیعی شیشه رو باز هم بتونیم در بیاریم، روی لایه‌ای که کپی کردیم کلیک میکنیم، از منو فیلتر قسمت دیستورت فیلتر زیگزاگ رو بهش میدیم. حالتش رو اول از همه روی حالت اراوند سنتر قرار بدید که به این صورت در بیاد، به صورت یه دونه به علاوه. روی همین عدد 1 قرارش بدید کافیه. با امامتش یه مقدار بازی کنید. اوکی رو که بزنیم اتفاقی که میفته چیه؟ بذارید یه مقدار اینو سنگین پردازش میکنه. الان مقدارش رو خیلی زیاد قرار دادم. مقدارش رو که کمتر بکنید، ببینید من وقتی این رو جابجا میکنم به هم ریختگی پشتش رو میبینید. پشت گلس من یک حالت طبیعی به هم ریختگی داره. و تمام. خیلی راحت توی چند دقیقه تونستیم یه گلس مورفیسم به این خوشگلی بسازیم. لایک و سابسکرایب یادتون نره. توی ویدیو بعدی میبینمتون. خیلی مخلصم.